اگه دوست داری سنس خفن داشته باشی و دهن همه رو سرویس کنی، هم با شاتگان هم با اسنایپ تو کال آف موبایل دهن همه رو سرویس کنی، طرف فشاری بشه، فشار بخوره، این ویدیو برای توه. امروز قراره یه سنس خفن بهتون یاد بدم که پشمای همتون دود بشه میره رو هوا. پس آخر ویدیو با همه باشید. Let's دوستان درود به کانتن گیمز، خوش اومدید. دوستان امروز دارم با یه سنس خفن ماچ به کلتون میخوام ویدیو رو بتره کنید. برو let's go. آقا بچه ببینید، شما برای که سنس خفن بچینید یه چند نکته داره که من خودم این سنس رو انجام دادم، خیلی خفن بودی. یعنی من مثلا این موسه، خب موس رو مثلا باز اندازه جاده چالوس ببرم تگ بیارم اینجا تا یه تکونی به خودش بخوره و چیزی بخوره، درخواست ندید تو رو خود تکونی بخوره و یه چیزی بشه. ولی با این سنس خفن که خودم الان چیندم، حالا رو موبایلتون جواب خوبه، پیسی هم که من بزنم اوکی، این حرکتو که بزنید میشید پروسگ. از چیتر هم بدتری، چیتر رو ما چی کنیم در کنار دیگه چی مثل پرو تو خود چیتری. آقا اولی کار که میکنید یه داخل این بخش که الان بهتون میدم، میتونید هم دستمون ببینید، هم رو وسطیه بچینید، موس رو ببینید، هم رو این بچینید، هم رو این. حالا اصلا رو این میچینن دیگه. میخوام نه این نبود، کجا بود؟ اشتباه بهتون گفتم جا. کجا بود جاش؟ واسه بیاین. خب بچه بیاین داخل این بخش چیزتون مثلا خط اینو میزنید و میرید قسمت ستینگ. میبینید میاد اینجا، میرید تو قسمت ستینگ و داخل اینجا نوشته نیست یه چیزی 4 تا میان پایین تر داخل این بخش. حالا میتونید رو این بذارید، رو مدت زامبیش بذارید، وسطیه ما اینو اینجا که شما بزنید برای دوئل و ایناست، بعدیش برای اون رنگ از هواپیما من نور سگم. خب میاد اینجا و این سنسی که الان من اینجا میبینید چیندم و میرم پایین آروم آروم. شما اینو نگاه کنید، طبق این بچینید و طبق درجه‌هاشو طبق این بچینید. گفتم که الان من دارم بهتون نشون میدم، همه‌شو مثل این چیز من آروم آروم میبرم پایین. شما ویدیو رو کات کنید، ببینید، بچینید، ببینید پروسگ میشه، نگاه عالی میشه با این سنسی که الان من دارم بهتون نشون میدم. خیلی بازی بهتر میشه و واقعا خیلی بازی بهتر میشه اینو نگاه کنید. اما موقع که اینو چیندم، یعنی جدی میگم لول 350 هم زدم، یعنی مکس بوده، اومده بالا، ریدم روش جمع کردم. یا طولش نمیدم، زودی رد میکنم. شما نگاه کنید، اسکرین شات بگیرید و بچینید، خیلی خوبه. یعنی زمانی که شما اینو دارید، اینو همش فرق دست، شما به طبق اینایی که همش من چیندم اینجا به طبق همین بچینید. به غیر از این بخیش تو گوشیمه. خب دوستان، این اولیش بود، اون اولیش بود، این دومیشه. دومیشو ببینید. شما باید این ادوانستون رو که اینجا هسته داخل این بخش و داخل این بخش و داخل این بخش میایید پایین و ادوانستون رو قشنگ اینجا خیلی میایید پایین، ادوانستون رو میذارید رو این دومیه اینجا بذارید. این از دومیش بریم سراغ. خب بچه میریم سراغ سومیش. اولش رو گفتم که اون بود، دومیش هم گفتم بریم سراغ سومیش. سراغ سومیش شما اینجا که کم بیارید پایین اینو میبینید، اینجا که من دارم میزنم. شما این تیکش رو آف میکنید. وقت زمانی که آف کردید میریم سراغ چهارمیش. بچه ها چهارمیش هم اینه، این اولی رو که اینجا دارم بهتون نشون میدم اینو آن کنید. پنجمیش هم اینه، اینم آف کنید.
این سنسو من انجام دادم، خیلی خفن بود. خیلی البته اینو تازه چیندم قبلی اولی بود. الان یه دست براتون چیز میرم دوئل میزنم به یه نفر. حالا هرچی اسنایپ هرچی شد میزنم. لولم 34 لولم 350 زدم. من پروسه‌ام. الان میرم چیز میکنم، یه دوئل میزنم. فقط نتیجه رو ببینید. برو بچه خب دوستان، مرسی که تا یه ویدیو همراه ما بودید. دوئل آخر ویدیو حتما براتون میذارم. حتما ویدیو لایک کنید که اگه لایک کنید به من خیلی انرژی میدید. من انرژی میدید. بعد بازم دارم ویدیو خفن‌تر میسازم. حتما میخوام ویدیو رو بتره کنید و ویدیو میخوام ترکیله بشه داخل آپارات. خفن‌ترین ویدیو حالا شاید داخل یوتیوب هم گذاشتم. مرسی که کانال رو ساب میکنید. مرسی کامنت کنید. مرسی. تا یه ویدیو دیگه. بای بای.